چون چرخ به کام یک خردمند نگشت، خواهی تو فلک 7 شمر خواهی گشت. از کشور بیرون نشی. سردبیر مجله کانادا بزدستان فارسی بودم. بیشتر سرکارم با تجارت بوده. از زادگاه مادرت رفتن چه دشوار است. 2 مجموعه شعر دارم. ربایی را مستقیما تحت تاثیر عمر خیام نیشابوری هستم. نام ما خیام خاموش است، البته نام هنری است. این همون نامی است که شادروان استاد زریاب انتخاب کرده بود. نام خانوادگی ما احمد شاه است، احمد شاه خیام. ما مکتب در لیسه علی آزادخان در خیرخانه کابل خواندم. بعد رفتم به دانشگاه تعلیم تربیه. لیسانسم در بخش ادبیات دری هست. بعد یک لیسانس دیگر از یک دانشگاه خصوصی در اداره و تجارت گرفتم. ماستری هم از دانشگاه کابل در بخش ادبیات دری هست و 2 سال به شکل اختصاصی در مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری تهران حافظ شناسی خواندم. بیشتر سرکارم با تجارت بوده، با شرکت های تولیدی، صنعتی و یک بخش که همیشه افتخاری کار میکردم. تقریبا بیش از 10 همیشه کارهای فرهنگی است. با نهاد مدیوتیک هم کار بودم، با انجمن قلم هم کار بودم، با اتحادیه نویسندگان افغانستان هم کار بودم. یک مدتی را سردبیر مجله کانادا بزدستان فارسی بودم و در بخش‌های تجارتی تقریبا 16 سال در بخش سلز و مارکتینگ کار کردیم با شرکت‌های خیلی قدرتمندی که تاثیر مستقیم روی اقتصاد کشور داشته و حالا این استودیوی فراز را ساختیم که از این طریق بتانیم به فرهنگیان، شاعران و اندیشمندانی که در افغانستان هستند یک استیج را آماده بسازیم که از این طریق صدایشان به گوش مردم برسد. چشمانداز حداقل 10 سال آینده که من حدس و گمان میزنم باورمند هستم برش، ما میتونیم از این طریق یک تحول خیلی بزرگ چه در راستای تجارت و اقتصاد باشه و چه در راستای ادب و فرهنگ و مملکت داری از اینجا ما میتونیم که مردم به آرامش و رفاه دعوت بکنیم. حداقل همین جنگ و جنجال و دعوا دیگر در بین ما افغان ها نباشه. دو مجموعه شعر دارم. یک کتاب تحقیقی در مورد زیبایی شناسی اشعار حافظ است و بیشتر شعرهای من روی صفحات مجازی نشر میکنم که از او جمله شعر کابل هست که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. شعر مهاجرت هست که در این اواخر دست به دست میشه. شعرهای از این قبیل زیاد عاشقانه و عارفانه و حماسی سرودیم که مردم استقبال کردن. از زادگاه مادرت رفتن چه دشوار است، بدرود ای کابل این گفتن چه دشوار است. کابل زمینت بستر رویای شیرین است، کابل و دور از بسترت خفتن چه دشوار است. کابل فدای کوچه های خاکبادت من، دل کندن از آن کوچه ها مفتن چه دشوار است. کابل گهواره است که از مادر به من میراث مانده. در عرصه تجارت ما تقریبا بالای 16 سال در بخش سلز و مارکتینگ کار کردیم. این تجربه تقریبا 16 ساله من در بخش فروشات و بازاریابی امروز مرا به این اندیشه واداشته یک راهکار را بر من باز کرده که من این مسیر را
من مسیر به خاطر از این انتخاب کردم که هر کسی را که ما بخوایم در هر مسیری که کار کرده فعالیت کرده بتانیم در استیج بیاریم و چیزی برای گفتن اونا داشته باشن. یعنی 365 روز بعد ما باید حداقل 200 مصاحبه اجرا کرده باشم، 100 مصاحبه از با افراد و اشخاص نخبه باشه، 100 مصاحبه دیگر از با شرکت های تولیدی و صنعتی بوده باشه. زندگی سراسر چالش است. چیزی که ما فکر میکنیم اونطور نیست. عمر خیام نیشابوری میگه چون چرخ به کام یک خردمند نگشت، خواهی تو فلک 7 شمر خواهی گشت. وقتی که آسمان میگه به وفق مراد من نمیچرخه، به مجی که 7 طبقه است یا 8 طبقه است. در قسمت تحصیلات و تا به امروز را که ما خیام خاموش شدیم، هیچ کس جز خودم در پهلوی من نبوده. خودم بودیم، زندگی خود ساختیم با بسیار چالش ها، با بسیار بدبختی ها و با بسیار ناگزیری ها. چندین بار حتی ما پایین تو نرفتم، ترک کردم. یک روز مزدور کاری میکردم، 4 روز یا 5 روز میرفتم کورس. اونمو پول کانکریت ریزی، کراچیدانی، سنگ و سمت و چوب میبردیم ما در آپارتمان ها. این قسمت کلا پشته بود من اینجا. اونو پول ما یک روز کار میکردم، من خرج دانشگاه میکردم. از کشور بیرون نشی. اینمی خاک ما هست، اینمی وطن ما هست. هر جایی که بریم پس امون سرکل دور بخوره و دوباره برمیگردیم به وطن. نسل بعدی نسل هوش مصنوعی است، نسل تکنولوژی است که هر روز با شبکه‌های اجتماعی یک جا اینا تکامل میکنه. یک روز استاد میشه در مقابل ما، جوانان متوجه باشه. نسل بعدی یک روز در مقابل همه ما استاد میشه، از یخن ما میگیره، میگه مرا برادر دست آورده تو چی کردی با ما؟ اون زمان اگر پاسخی برای گفتن داشتی نوش جانت که سربلندم و لب دسترخوانم را نمو اولادای بشین نان بخور، و اگر نه اون نان هر لحظه تو را میخوره. دوستا زنگ زدن از جمع شاعرها، رفتم که استاد زریاب نشسته، همگی دور برشان است. یک ربایی مرا خوانده بودن برشان. من او زمان 3 تا یا 4 دانه ربایی داشتم، زیاد داشتم. بازی استاد زریاب به ربایی خوش آمده، گفت ربایی از کی است؟ گفت از خیام. گفتم من مکمل کتاب ربایات خیام خوانده می نیست. گفت نه استادی از خیام نیشابوری نیست، این از احمد شاه خیام است. و کی هستی بچه رو بخواه؟ من خواستن، رفتم ششتم پیشش، خوب هستی و جور هستی، کجا درس خوندی و چی میکنی چی نمیکنی. آدم خیلی پربار و گرنگی و سنگینی بود. گفتم استاد ادبیات کابل خوانده، گاهی چیزهای می نویسم. مرا گفت بخوان. چند تا ربایی خواندم و غزل بخوانم. غزل هم خواندم. چقدر دیر میشده می سبک می سرایی، آیا میفهمی سبکی را که تو انتخاب کردی سبکی چه است؟ من گفتم بله، در سبک غزل ما و سبک عراقی می سرایم. ربایی را مستقیما تحت تاثیر عمر خیام نیشابوری هستم. باز اونجا مرا گفت که تو خیام هستی ولی خاموشش هستی. افغانستان یک جغرافیای کثیرالقومی است. بخوایم نخوایم اینجا 10 قوم زندگی میکنه و همه اقوام واجب الاحترام است. یک دیگر خود را مثل برادر دوست داشته باشیم. امروز حس میکنم که همه چیز باید از طریق گفتگو، مصالحه، برادری روی یک دسترخوان یک کاسه شوروا ربان زانو به زانو میشینیم، پسر میکنه که مشکل در کجاست. خلاصه جنگ و دعوا آخرش صلح است. تو هر قدر بزنی در اخیر باز هم وادار به این میشی که باش بشنم کمی حق چطور شد، دیگر راهی نداری جز گفتگو. پس بهتر نیست
هم اول گفتگو گره را که با من دست دعا میکنه که دندان چی ضرورت است.